صفحه اینستاگراممون میشیم، قسمت استوری، هر جا که هستیم یه عکس از اونجا میگیریم، میریم قلم رو انتخاب میکنیم. یادتون باشه اون بالا سمت چپ انتخابتون روی گزینه اول قلم اون باشه که میخوایم زمینه رو عوض بکنیم. رنگ مورد علاقتون انتخاب میکنید، دستتون روی صفحه نگه میداریم و زمینه‌تون یک دست یک رنگ، اون رنگ که خواستید میشه و میریم هر جمله یا متنی که میخوایم رو وارد میکنیم اینجا به این صورت و میریم قسمت استیکر هامون. از تو قسمت استیکر ها میریم قسمت گیف و گلدست رو تایپ میکنیم. توی قسمت گلدست کلی استیکر های متحرک به شما میده که دسته بندی شدن توی این گزینه و شما میتونید هر کدومو که دوست دارید انتخاب بکنید و صفحتون رو با اون تزیین بکنید. راجع به هر مطلبی که بخواید میتونید اینجا استیکرش رو پیدا بکنید. نکته مهمی که وجود داره اینه که برای سرچ کردن و گذاشتن گیف روی استوری هاتون باید حتما فیلتر شکن شما روشن باشه که حتی سرچ بکنه و اینا رو براتون بیاره. دسته‌بندی دومی که توش کلی استیکرهای خوشگل هست مینیمه. شما مینیم رو تایپ کنید و استیکرهای خیلی خوشگلی براتون میاره. یعنی توی گلدست و مینیم میتونید استیکرهای قشنگی پیدا بکنید. دسته‌بندی سومی که توی گیف میتونید پیدا کنید تیپه. وقتی شما تیپ رو سرچ میکنید برای نوشتن عنوانتون، تایتل یا هر چیزی که قراره نوشته‌ای باشه شما میتونید این رو بذارید روی صفحه و نوشته‌تون رو روش بذارید. خیلی خوشگل‌تر میشه و یه حالت فانتزی میشه برای زیر زمینه فونت متنی که مینویسید یا کلمه‌ای که نوشتید. تون یاد بدم با اپلیکیشن فونتس شما فونت رو هم دانلود بکنید و نصب کنید. میریم که با اپلیکیشن فونتس استوری خوشگل بذاریم. وقتی که قراره استوری بذاریم و متن رو وارد بکنیم از کیبورد فونتس استفاده میکنیم. توی کیبورد فونتس به شما اجازه میده فونت های مختلفی رو توی یک استوری استفاده بکنید. یعنی میتونید چند تا جمله بنویسید یا چند تا حرف با فونت های مختلفی که خود این اپلیکیشن به شما میده. یعنی خود استوری های اینستاگرام با موبایلتون فقط یه فونت رو میتونید استفاده کنید، ولی توی این اپلیکیشن میتونید از چندین فونت جذاب و فانتزی استفاده کنید برای یک استوری، همینطوری که میبینید. خب برای تکنیک بعدی شما یه ویدیو احتیاج دارین که از توی موبایلتون آپلود بکنید توی استوری و رنگ زمینه رو هر رنگ که دوست دارید انتخاب بکنید و زمینه رو کلا رنگش رو عوض بکنید و ویدیو، یعنی زیر این پس زمینه ویدیوی ما هست، میریم پاکن رو انتخاب میکنیم و هر چیزی که دوست داریم رو مینویسیم. به این صورت وقتی که روی زمینه این رنگ پاک میشه شما میتونید ویدیوتون رو ببینید. کار بعدی که میتونید انجام بدید اینه که عکسی رو وارد بکنید و شروع بکنید به نوشتن یک اسم، متن یا هر چیزی به صورت عمودی که میتونه جذابیت استوری ما رو خیلی زیاد بکنه. مثلا من این عکس توی یزد گرفتم و میخوام بنویسم روی این عکسم یزد. هر حرفی رو که میزنم یه اینتر میزنم و اون حرف میره زیر حرف بعدی به این صورت که میبینید. میتونید سایزش رو تغییر بدید، رنگش رو تغییر بدید و با نقطه هایی که قرار من دور و برش بذارم تزیینش بکنید. تکنیک جذاب بعدی اینه که شما یک عکسی رو وارد میکنید، میرید قسمت فونت، یه دونه نقطه میذارید، یک عالمه اسپیس و فاصله رو میزنید و دوباره یه نقطه دیگه میذارید. از اون بالا قسمت شفاف رو انتخاب میکنید و براش یک رنگ انتخاب میکنید. یعنی به این صورت یه مستطیل بزرگ شما دارید روی صفحه قرار بذارید و حرفتون رو می نویسید، رنگ زمینه رو عوض می کنید. به این صورت زیر هم حروف‌های خوشگل و رنگی می نویسید که جذابیت استوریمون رو خیلی خیلی بیشتر میکنه. ما این دسترسی رو میده، یعنی قابلیت خود اینستاگرامه که شما میتونید 4 تا عکس رو در قسمت لی‌اوت کنار هم بذارید، فقط هم برای عکس. و برای اینکه میسید اگر سوال دارید نظرتون رو بگید و مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین. تا ویدیوی آموزشی دیگه، بای.